هفتم ایون در شهر دوشنبه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اشتراک و سخنرانی کردند. در کار همایش سطح بلند که با تشبث جانب تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردید، راهبران و نمایندگان والامقام یک قطار کشورها اینچنین کارشناسان سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین المللی به تاجیکستان تشریف آوردند. بعضی سران دولت‌ها و راهبران سازمان‌های بین المللی به طور مجازی در کار کنفرانس آب دوشنبه اشتراک کردند. جریان و نتیجه‌های کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را شماره زیادی خبرنگاران داخل و خارج انعکاس نمودند. مورد ذکر است که در حاشیه کنفرانس سرور دولت محترم امامعلی رحمان با یک قطار اشتراکچیان کنفرانس ملاقات کرده مسائل همکاری دوجانبه و جریان و نتیجه‌های همایش سطح بلند اوید به آب را محاکمه نمودند. همچنین شروع از 6 ایون در یک قطار شهر و ناحیه‌های تاجیکستان در حاشیه کنفرانس فورم‌ها، نمایشگاه‌ها و دیگر چاره‌بینی‌ها مربوط به آب و اقلیم در سطح بلند تشکیلی برگزار کرده شد. یک گروه مهمانان از جمله پیشوایان ائتلاف اوید به آب و اقلیم در شهرهای نارک و راغون با ذخیره‌های گیدر انرژتیکی تاجیکستان و در ولایت مختار کوهستان بدخشان با وضع امروزه پریخ‌های تاجیکستان از جمله پریخ فیچنکو و کلی سرریز شناس شدند. کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با مراسم عکسگیری مهمانان راهبران هیئت‌های کشورهای خارج در دالان پرنقش و نگار کاخ سامان آغاز گردید. کار همایش سطح بلند را با سخن مقدموی وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین افتتاح کرده سخن را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دادند. محترم راهبران هیئت‌ها، خانم‌ها و جنابان گرامی، مهمانان عزیز، با کمال میل تشریف شما را به شهر دوشنبه خیر مقدم میگویم. نشست امروزه ما طبق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره بازنگری میان مدت فراگیر هدفهای 10 ساله آب صورت میگیرد. باور داریم که آن همچون حلقه اساسی در پیوستن زنجیره چاره‌بینی‌های تدارکاتی منطقوی و جهانی به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2023 که با هم رئیسی جمهوری تاجیکستان و پادشاهی نیدرلند برگزار خواهد گشت سهمی مؤثر می‌گذارد. با استفاده از فرصت می‌خواهم ذکر نمایم که سال آینده ما همچنین 20مین سالگرد سعی و تلاش‌های مشترکمان را در پیشبرد روزنامه آب سازمان ملل متحد تجلیل خواهیم کرد. در 20 سال آخر ما ضمن تطبیق تشبث‌ها به مانند سال بین المللی آب تازه 2003 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 سعی و تلاش‌های مشترک را همه جانبه تقویت بخشیدیم. تشبث‌های جهانی ذکر شده به همکاری فعال همه جانب‌های منفعت‌دار در سمت مدیریت ذخیره‌های آب و تطبیق لایحه‌ها در ساحه آب، همچنین در عملی سازی فناوری‌ها، نوآوری‌های معاصر مساعدت نمود. می‌خواهم نقش تشبث آخر ما 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار را در تطبیق هدف‌های بین المللی در این جهت موافقت شده مخصوص تأکید نماید. اطمینان داریم که با شرافت همکاری و گسترش شریکی در قالب 10 ساله رویکرد و روش‌های برای تطبیق هدف‌های رشد استوار وابسته به ذخیره‌های آب
و بهداشت دریافت خواهند گردید. با استفاده از فرصت برابریت سازمان ملل متحد، ساختارهای مربوطه بخصوص اعضای کمیته بین المللی مشورتی روند آب دوشنبه و دیگران برای کمک و دستگیریشان در روند تدارکات و برگزاری این کنفرانس صدقاً منتداری بیان می‌نمایم. همچنین از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای دستگیری پیوسته از تشبث و قطعنامه‌های در 12 ساله اخیر از جانب کشور ما پیشنهاد شده صمیمانه سپاسگزارم. خانم‌ها و جنابان محترم، جامعه جهانی هنوز تدبیرهای ضروری کاهش دادن عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و مطابق شدن با آن را نااندیشیده دچار تهدید نو همگیری کووید 19 گردید. طبیعی است که در این دوره همه کشورهای جهان تمامی واسطه و امکانیت‌ها را برای مبارزه با این بحران روانه کردند. ولی باید فراموش نسازیم که مسئله آب بنابر اهمیت حیاتی و خاصیت داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیتناک باقی ماند. طبق ارزیابی کارشناسان در سال 2050 شماره اهالی کره زمین احتمال رسیدن تا 9 میلیارد نفر را دارد که البته باعث زیادشوی چندین کرته طلبات با آب خواهد گردید. در برابر این تلاش‌های عمومی هنوز ثمره دلخواه ندادند و رقم‌های زیرین که به شما معلومند گواهی آن میباشد. تقریباً 2 میلیارد نفر در جهان به شبکه‌های تأمین آبی آشامیدنی بی خطر دسترسی ندارند. زیاده از 3.5 میلیارد نفر از خدمت‌رسانی‌های ضروری بهداشت و قریب 2.5 میلیارد نفر از شرایط عادی گیگینی برخوردار نیستند. همه ساله قریب 9 میلیون نفر از بیماری‌های سیرایتی مربوط به آب به هلاکت می‌رسند. در رابطه با این می‌توان گفت که روند اجرای واقعی هدف و وظیفه‌های گذاشته شده در سمت تامین نمودن دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشت در سطح ضروری قرار ندارد. چنین وضع باید باعث نگرانی عمیق ما باشد. با در نظر داشت این کنفرانس دوشنبه نیز مسئله تامین نمودن با آب نوشاکی بی خطر و با همدیگر وابسته بودن مسئله آب و سلامتی را در محور برنامه خود قرار داده است. حاضرین گرامی، در کنفرانس امروزه اینچنین همبستگی زیچ آب، محیط زیست و تغییریابی اقلیم موردی بررسی قرار داده می شود. ما در 5 سال اخیر شاهد گرمشوی گلوبالی بی سابقه هوا گردیدیم که سبب خشکسالی و دیگر آفت‌های طبیعی گردیده با امنیت آزگواری و دیگر ساحه‌های اقتصادی کشورهایمان تأثیری منفی رساند. در گزارش به نزدیکی نشر شده پانل بین حکومتی عاید به تغییریابی اقلیم نیز نقش ذخیره‌های آب در مطابق شوی با تغییرات اقلیم و نایل شدن با استواری در این روند ذکر گردیده است. در آن تاکید گردیده است که آبشوی ذخیره‌های برف و پیریخا و یخبندی ابدی میتواند تأثیر پای در پای داشته باشد و سرعت گرمشوی گلوبالی را باز هم تیزاند. این مشکلات در راه رسیدن به هدف‌های رشد استوار در کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان که کشور کوهستان و دارای ذخیره‌های بزرگ آبی مخصوصاً پیریخا میباشد مانع جدی ایجاد می‌نماید. برای مثال در نتیجه این روند ما شاهد افزایش بی‌سابقه سیل آبخیزی، خشکسالی و دیگر حادثه‌های طبیعی مربوط به آب شده ایستاده‌ایم. متاسفانه
کشور ما در نتیجه چنین آفت‌های طبیعی همساله صدها میلیون دلار امریکایی ضرر می‌بیند. آفت‌های طبیعی مربوط به آب در اکثر موردها باعث مرگ آدمان و خسارات زیادی انفراساختاری حیاتاً مهم می‌گردند. نمونه دیگری روندی ذکر شده آبشوی با سرعت پیریخا می‌باشد. در یک چند ده ساله آخر بیش از 1000 پیریخ تاجیکستان از بین رفته است. پوره از بین رفته است. پیریخ کلانترین دنیا در خشکی فیچه که در کشور ما جایگیر است از لحاظ حجم 16 کیلومتر مکعب و از لحاظ مساحت 45 کیلومتر مربع کم گردیده است. در این رابطه حکومت تاجیکستان برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ‌ها را برای دوره تا سال 2030 قبول نمود. با مقصد پیگیری این روندها و اندیشیدن تدبیرها برای مطابق شوی با آنها ما در نزد اکادمی ملی علم‌ها مرکز آموزش پیریخ‌ها را تأسیس دادیم. ما تلاش‌های خود را در سمت مذکور در سطح بین المللی نیز تقویت می‌دهیم. چند روز پیش ما در شهر دوشنبه جلسه نوبتی پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم را برگزار نمودیم. در دایره آن نقشه عمل با ذکر نتیجه‌های نظررس تصدیق گردید. در جلسه نخستین پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم ماه مارس سال گذشته ما پیشنهاد کرده بودیم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام کرده شود. امروز ما جهت تطبیق این تشبث در همه سطح‌ها کاربرد ایستادیم و امید داریم که آن از جانب جامعه جهانی مورد پشتیبانی همه جانبه قرار خواهد گرفت. محترم اشتراکچیان کنفرانس، چنان معلوم است اداره همگرایانه ذخیره‌های آب از جمله همبستگی آب با مسائل انرژی، امنیت آزقواری، حفظ محیط زیست یکی از ابزارهای اساسی در رفع مشکلات مربوطه دانسته می شود. این نکته برای تاجیکستان نیز اهمیت مهم دارد. تقریباً 80% محصولات کشاورزی ما از حساب زمین‌های آبیاری شونده تامین کرده می شود. همزمان با این در کشور ما بیش از 98% برق توسط نیروگاه‌های برقی آبی استحصال می‌گردد. تاجیکستان از روی استحصال برق از لحاظ اکولوژی تازه یعنی نیروی سبز در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. وابسته به این می‌خواهم توجه شما را به مسئله نقش آب در تولید نیروی سبز از منبع‌های برقرار شونده مخصوص جلب نمایم. امروزها اطراف این موضوع بحث‌ها خیلی زیادند، ولی در گزارش سال گذشته اساسات جهانی گیدروانرژتیکی تصدیق گردیده است که تحکیم این ساحه در برابر تامین نمودن رشد اقتصادی همچنین می‌تواند در سمت مطابق شوی با پیامدهای تغییریاب اقلیم نقش کلیدی داشته باشد. حالا در دنیا به نقشه‌گیری و ساختمان نیروگاه برقی آبی با اقتدار عمومی 600 گیگاوات ادامه دارد و علاوه بر این باز با زیاده از 600 گیگاوات اقتدار ضرورت پیش می آید. جمهوری تاجیکستان که دارای ذخیره‌های فراوان گیدروانرژی می باشد می تواند در این سمت سهمی ارزنده خود را گذارد. اقتدار عمومی گیدروانرژی کشور ما سالانه 527 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد که ما تا امروز همگی 3-4% آن را از خود کرده ایم. امروز ما ساختمان نیروگاه برقی آبی راغور را با اقتدار عمومی 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق ادامه داده ایستاده ایم. ساختمان انشاءات مذکور نمونه برجسته تلاش‌های ما در این سمت میباشد. این نیروگاه در برابر استحصال نیروی از لحاظ اکولوژی تازه و دسترس، همچنین در اداره استوار ذخیره‌های آب
کاهش دادن خطر سیل و آبخیزی و خشکسالی، کم کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر سهمی بزرگ خواهد داشت. حالا تاجیکستان از لحاظ کم بودن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای یکی از جاهای اولین را در جهان اشغال می‌کند. قابل ذکر است که قسم زیادی برق راغون برای صادرات به کشورهای به نیروی برق نیازمند منطقه نگرانیده شده است که بر رشد اقتصادی و اجتماعی در این کشورها مساعدت می‌نماید. همزمان با این برق راغون و دیگر نیروگاه‌های تاجیکستان در تحکیم همکاری‌های فرامرزی که یکی از موضوعهای مهم جهانی به حساب می‌رود سهمی مناسب خواهد گذاشت. ما به این موضوع توجه جدی ظاهر می‌نماییم، زیرا همکاری‌های فرامرزی خصوصا در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی در ساحه آب و انرژتیک در حل بسیار مسائل نقش کلیدی دارند. تاجیکستان که در قلمرو آن 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی تشکل می‌یابند، همیشه خواستار استفاده ثمرناک آنها به منفعت کل کشورهای منطقه میباشد. محض به همین خاطر ما بر رشد همکاری‌های فرامرزی در دایره ریاست خود در فاند بین‌المللی نجات ارال اولویت دادیم. همگی چند روز پیش ما یکجا با همسایه نزدیکمان جمهوری ازبکستان با تطبیق مشترک لایحه ساختمان دو نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان با اقتدار عمومی 320 مگاوات آغاز بخشیدیم که نمونه برجسته گفته‌های بالا می باشد. خانم‌ها و جنابان، نقطه مهم دیگری که باید مورد توجه ما قرار گیرد مسئله مبلغ‌داری می باشد. طبق گزارش بانک جهانی تنها برای دسترسی همگانی با آب آشامیدنی و شرایط ضروری بهداشت طلبات هر ساله تقریباً 114 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این طلبات سالانه برای تطبیق هدف‌های سازشنامه پاریس در ساحه اقلیم قریب به 7 تریلیون دلار برابر است. مسلم است که کشورهای رو به رشد و کم ترقی چنین امکانیت‌های مالیوی را ندارند. از این لحاظ به کمک کشورهای پیشرفته، انستیتوت‌های مالیوی و بخش خصوصی در تأمین هدف‌های رشد دچار مشکلات زیاد خواهند بود. توسعه شریکی دولت و بخش خصوصی یکی از راه‌های اساسی در این زمینه به حساب می‌رود که برای جلب سرمایه علاوه‌ای به ساحه آب و انفراستراکچور آن امکانیت‌های نو فراهم می‌آورد. همزمان با این همکاری‌های بین‌المللی و شریکی از جمله با دیگر شریکان رشد و بخش‌های بیرون از ساحه آب استفاده تکنولوژی‌های معاصر، نوآوری و تحقیقات علمی و فناوری‌های نو ضرور می‌باشد. این اقدامات از جمله عامل‌هایی هستند که می‌توانند به حل و فصل مسائل مربوط به آب به طور مؤثر مساعدت نمایند. جامعه شهروندی، خصوصا زنان و جوانان، مردم بومی و جماعت‌های محلی همچنین می‌توانند در این روند سهمی ارزنده داشته باشند. محض به همین خاطر مسائل‌های مذکور نیز بر روزنامه همایش‌ها و جلسه‌های کنفرانس دوشنبه وارد کرده شدند. ما انتظاری داریم که وابسته به آنها توصیه و پیام‌های مشخص تهیه خواهند گردید. برای جلب توجه و بلند برداشتن سطح آگاهی جامعه ما اینچنین برنامه کنفرانس را با برگزاری قسم ماراتون گلوبالی در تاجیکستان و فستیوال آب دوشنبه غنی گردانیدیم و شما شاهد ایدی واقعی آب در کشور ما گردیدید. حاضرین گرامی، طوری که در بالا ذکر کردیم، کنفرانس دوشنبه در روند آمادگی با کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2023 نقش کلیدی دارد. از این نگاه کنفرانس دوشنبه برای
هم آهنگسازی و به هم پیوستن نتیجه های چاره‌بینی های دیگری بین المللی از جمله مکالمه بان، فورم نهم جهانی آب، سامیت چهارم آب آسیا و اقیانوس آرام در همبستگی با چاره‌بینی های در پیش ایستاده کنفرانس سازمان ملل متحد آید به اقیانوس ها و کنفرانس 27 جانب های کنونسیون سازمان آید به تغییرات اقلیم و دیگر چاره‌بینی های منطقوی و بین المللی و این همایش مهم بین المللی خدمت برساند. تاجیکستان و نیدرلند همچون همرئیسان کنفرانس سال 2023 در همکاری با دپارتمنت سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی و مکانیزم سازمان ملل متحد آب در روند آمادگی به این کنفرانس همکاری زیست را با کشورهای عضو، نهادهای دخلدار سازمان ملل متحد و دیگر جانبهای منفعت‌دار برآ مانده‌اند. ما بر آنیم که کنفرانس مذکور بعد قریب 50 سال از جانب سازمان ملل متحد برگزار کرده می شود، نه تنها از لحاظ چینکی زمانی بلکه با نتیجه های ثمره بخش خود باید همایشی تاریخی گردد. سال 2023 همچنین از لحاظ بازبینی میانه مهلتی هدفهای رشد استوار مهم بوده. ارزیابی تطبیق هدفهای 10 ساله آب برای رشد استوار در دوره اولی آن به صورت بخشی و تکان دادن تلاش و عملها برای نائل گردیدن به هدفهای رشد استوار مربوط با آب مساعدت خواهد کرد. تاجیکستان همچون همرئیس این چاره‌بینی مهم بین المللی آمادگی خود را برای همکاری با همه کشورهای عضو و دیگر جانبهای منفعت‌دار ایثار می‌نماید. وابسته به این یکجا با پادشاهی نیدرلند و شریکان از سازمان ملل متحد برای ثمره‌ناک برگزار نمودن چاره‌بینی مذکور همه جانبه تلاش خواهیم کرد. اطمینان کامل دارم که اشتراکداران کنفرانس امروزه نیز فرصت مناسب این همایش را برای مساعدت به روند مذکور و تهیه پیام‌های مشخص با کنفرانس سال 2023 پیگیرانه استفاده خواهند کرد. به همه شما اشتراکداران محترم کنفرانس موفقیت و برای کار می‌خواهم و امید دارم که بازدید شما از تاجیکستان خاطرمان خواهد بود. از توجهتان سپاسگزارم. سلامت. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کار کنفرانس معاون یکم دبیر کل سازمان ملل متحد خانم امینه محمد، پرزیدنت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، نماینده دائمی بوتسوانا در سازمان ملل متحد کالن ویکسن کلاپیله، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد دبیر کل کنفرانس سازمان ملل متحد آید به مسئله های مربوط به آب در سال 2023 و همرئیس کنفرانس دوم دوشنبه لوی جنمین، معاون یکم سروزیر جمهوری قزاقستان رمان سکلیار، معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان محمد گلی محمدوف، معاون سروزیر جمهوری ازبکستان شهرت غنیوف، کمیسر اتحاد اروپا آید به محیط زیست سینکیاویچوس ویرگینیوس، نایب پرزیدنت بانک آسیایی رشد شیکسین چن، نایب پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد مارک بومن، دیرکتور گلوبالی بخش ساحه آبی بانک جهانی خانم جنیفر سارا، ورزشگر استرالیایی خانم میناگولی و نماینده جوانان شهروند چاد دیانون بینوینو سخنرانی کردند. برآمد کنندگان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تشبس‌های جهانی آب و اقلیم در سطح بلند تشکیل و برگزار کردن کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اظهار سپاس کرده
пешсафии сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар ҷодаи ҳалли мушкилоти марбут ба об ва иқлим дар арсаи олам махсус қайд карданд. дар рафти конфронс сарвазири шоҳигарии Нидерланд Марк Рюте ва Абдулло Шоҳид, раиси маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, бо навори видеоӣ ба иштирокчиёни ҳамоиш муроҷиат карданд. онҳо ба президент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои талошҳову ташаббусҳо, ҳамкории пурсамар бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, инчунин ҳамраисӣ бо шоҳигарии Нидерланд ҷиҳати ҳалли масоили марбут ба обу иқлим изҳори миннатдорӣ карданд. бо ҳамин қисмати якуми кори конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 хотима ёфт.